با درود خدمت دوستان محترم، بنده مهران امیدوارم و با ادامه درس محاسبات عددی در خدمتتون. توی این جلسه میخوایم به بحث ریشه یابی بپردازیم. اهمیت ریشه یابی اینجاست که ما خیلی جاها به ریشه تابع نیاز داریم، مثلا توی رسم توابع، توی به دست آوردن اکسترنوم ها که مثلا باید ریشه مشتق توابع رو به دست بیاریم و خیلی جای دیگه. و معضلی هم که تو ریشه یابی داریم اینه که برای معادلات جبری، یعنی چند جمله مرتبه اول و یعنی درجه اول و درجه دوم رو واسهشون روش ساده داریم. برای معادلات درجه 3 و 4 هم روش تحلیلی داریم، ولی یه ذره پیچیده است و با اعداد مختلطه. بعد برای معادلات جبری مرتبه 5 یعنی درجه 5 به بالا که اصلا اثبات شده روش تحلیلی نداریم. بعد این از تازه معادلات جبری. معادلات توابع متعالی، مثلا توابع نمایی هم که روش کلی نداره. توابع مثلثاتی هم 4 تا حالت معادله کلاسیکش داریم که جواب داده، بقیهش مثلا تابع مثلثی در کنار تابع جبری این روش نداریم. توابع متعالی کنار توابع جبری روش کلی نداره. در کل ما یه راه حل کلی برای به دست آوردن ریشه نداریم. اما یه قضیه‌ای داریم، قضیه پولسان اینو تو ریاضی 1 قسمت پیوستگی خوندیم. میگه اگر یک تابع توی بازه A تا B پیوسته باشه و f A ضرب در f B منفی باشه، یعنی مثلا f A پایین باشه f B بالا باشه، میگه بالاخره شما از این نقطه به این نقطه بخواید برسین مجبورین محور x رو قطع کنین و حداقل یک ریشه رو دارین. و اگر تابع شما یک نوا باشه، یعنی این وسطا مشتقش هیچ جا صفر نشه، یعنی یا همیشه مثبت باشه همیشه منفی باشه، در این حالت فقط یک ریشه داریم. پس اگر این سه شرط باشه، تابع f(x) تو بازه A تا B پیوسته باشه، f(a) در f(b) منفی باشه و تابع تو این بازی یک نوا باشه، یعنی مشتقش صفر نشه، میگیم تابع تو بازه A و B یک ریشه داره و فقط هم یک ریشه داره. و حالا میایم یه ریشه رو محاسبه میکنیم. اینکه این یک ریشه رو چجوری به دست بیاریم، 2 تا روند داریم. پس روش‌های ریشه یابی 2 دسته میشن. یا روش‌های بسته‌اند، یعنی میگن این بازه رو من میدونم توش ریشه هست و تو اون بازه ریشه رو به دست میاریم، به اینا میگن روش‌های بسته. براکتینگ متد، من بازه رو دارم، تو اون بازه میدونم ریشه هست و حتما به دست میارم. روش‌های بسته به دست آوردن ریشه درشون قطعیه. اما یه روش‌هایی داریم، روش باز، که میاد میگه من از کجا حالا بیام یه بازه پیدا کنم که ریشه تون باشه. خود این نیازمند سعی و خطاست دیگه. به خاطر همین اگر یعنی بازه رو داشته باشین که روش بسته خوبه، ولی اگر نمیدونیم تو کدوم بازه است که مثلا f(a) در f(b) منفی بشه و یک نوا باشه و اینجور چیزا، میگه میتونید یه حدس برای ریشه بزنید و اون هی تصحیحش کنید. به اینا میگن روش‌های باز، اوپن متد. پس ما روش‌های ریشه یابیمون 2 دسته‌اند، روش‌های باز، روش‌های بسته. در ابتدا میریم سراغ روش‌های بسته. اولین روشی که میخونیم روش نصف کردن بازه است. یعنی میگه من میدونم توی این بازه A تا B ریشه وجود داره. چرا؟ چون f(a) در f(b) منفیه. خب حالا واسه این که به ریشه نزدیکتر بشم، بازه رو نصف میکنم. این C1 رو به دست میارم که میشه A به اضافه B دوم. حالا میام میگم fC اینجا مثبت، fB هم مثبت. خب ریشه بین این دوتا نیست. اما fC مثبت، fa منفی، ریشه بین این دوتاست. خب پس بازه به جای اینکه از A تا B باشه الان شده از A تا C1، نصف بازه رفت. حالا میگم بین A و C هم دوباره بازه هم نصف میکنم، C2.
دوباره میام چک میکنم F32 مثبت F31 مثبت، بس ریشه بین دوتا نیست. F32 مثبت FA منفی، پس ریشه بین این دوتاست. دوباره این هم از بازم رفت. هی یعنی داره بازه کوچیکتر میشه تا اینکه به ریشه نزدیک بشیم. پس روش نصف کردن بازه یا بایسکشن اینجوریه که میگم اگر FA در FB منفی باشه قطعا و تابع پیوست باشه و یک نوا باشه، ریشه قطعا تو بازه A تا Bه. میام بازه نصف میکنم C برابر با A به اضافه B دوم. حالا میگم اگر FA و FC غیر هم علامت باشن، ریشه بین این دوتاست. یعنی A همون A بمونه، انتهای بازه که B بود به جاش C بشینه، پس بازه من بشه بین A تا C، به جای اینکه بین A تا B باشه بشه بین A تا C. کی؟ وقتی FA در FC منفی باشه. اگر FB در FC منفی باشه یعنی ریشه بین این دوتاست، پس به جای بازه A تا B بازه C تا B که ریشه درش هست، پس به جای AC میشونه B سر جاش میمونه. یا اگر FC یه راست صفر شد که میگیم ریشه همون C دیگه، نیازی به ادامه نداریم. به طور مثال معادله x من 1/2 کوسینوس x رو میگم بیاین حلش کنید با روش بایسکشن. خب اول با بازه رو حدس بزنم. چجوری؟ همیشه 0 و 1 رو بهتر امتحان کنیم. x رو 0 بذارم f0 میشه -1/2. خب منفیه. 1 رو بذارم f1 میشه 1 من 1/2 کوسینوس 1 تقریبا میشه 0-73. خب مثبته، غیر هم علامتم، تابع پیوستم هست، پس مطمئنا ریشه بین 0 و 1 هست. بعد از اون برم یک نوایی تابع اگه بررسی کنیم مشترک بگیرم میشه 1 به اضافه 1/2 سینوس x که این همواره بزرگتر از 1. پس میتونیم بگیم بزرگتر از 0 هم هست و تابع ما یک نواه، پس حتما فقط یک ریشه رو داره. تا اینجا یعنی اثبات کردیم ریشه وجود داره، شاید 2 تا ریشه باشه. با این اثبات کردیم که نه، حتما یک ریشه است. خب واسه اینکه اون یک ریشه رو به دست بیاریم بازمون گفتیم بین 0 و 1 میایم نصف میکنیم میشه نیم. f نیم رو حساب میکنم میشه 0.612 که اگه توجه کنید f(c1) مثبت، f(a) منفی بود، f(b) مثبت بود، پس ریشه بین c و b نیست، ریشه بین c و a. پس میام این دفعه بازه رو بین a تا c نظرم، یعنی a من میشه همون 0، این دفعه b من میشه نیم، اون c1 که اینجا به دست آوردم. بعد دوباره بین این دوتا بازه رو نصف میکنم 25 صدم. fش رو حساب میکنم میبینم fش منفی شد. f a منفیه، f b که نیمه اینم مثبته. پس ریشه بین c2 و b، یعنی بین 25 صدم و نیمه. پس دفعه بعدی بازه رو بین 25 صدم و نیم در نظر میگیرم. دوباره نصفش میکنم میشه 375. دوباره f من منفیه در حالی که f این 25 صدم که به دست آوردم منفی بود، این مثبت بود. پس ریشه بین نیم و 375. اما خب اینو تا کجا هی باید ادامه بدم؟ یعنی بازه رو تا کجا هی باید همینجوری نصفش بکنیم؟ اینجاست که یک مفهومی به اسم معیار توقف ایجاد میشه. معیار توقف چند حالت میتونه داشته باشه. یه حالت این که از اول به ما تعداد مراحل رو مشخص بکنن، میگن من حالا نمیخوام شما، چون میدونیم تو این روش بالاخره به ریشه میرسیم دیگه، به ما میگن شما 50 مرحله برین جلو، یا مثلا 30 مرحله برین جلو، حالا تا هر جا که رسیدین کافیه. پس یه جا هست که تعداد مراحل مشخص میکنن، مثلا میگن 50 تا مرحله برین جلو. یه جا هست میگن مقدار تابعمون تو نقطه C از یه حد کوچیک‌تر باشه. یعنی میگه بالاخره شما که نمیتونید دقیقاً به جایی برسید که مقدار تابع توش دقیقاً صفر بشه. میگه به جای اون حالا نمیخواد صفر هم بشه، مثلا بشه 0 مثلا 4 تا 0.1، همینقدر واسه من کافیه. که از این کمتر بشه دیگه تقریبا به ریشه رسیدیم دیگه. پس یه جایی داریم میگه قدر مطلق FSC از یه عدد
کوچیک‌تر باشه که حالا اینجا اپسیلون نشون دادیم. حالت بعدی اینه که اون اختلاف سی هایی که به دست میاریم از یه جا به بعد دیگه از یه حد کمتر باشه، مثلا کمتر از 0.301 باشه، یعنی یه جورایی تا 3 رقم اعشار یکی بشه. پس میگه مراحل رو تا جایی ادامه بده تا اون سی هایی که به دست میاری تا 3 رقم اعشار مشابه هم باشن، تا همونجا هم برسی واسه من کفایت میکنه. یا به جای اینکه خط مطلق بگن خط نسبیشون، یعنی Cn به اضافه 1 من Cn تقسیم بر Cn کوچکتر از اپسیلون باشه، یعنی شما اون جایی که میرین اون سی هایی که به دست میارین سی های متوالی خط نسبیشون از یه حد کوچکتر باشه. اینا میشه معیارهای توقف که حالا ما فعلا با این معیار دوم اینجا بیشتر کار میکنیم. پس بریم هم معادل قبلی، یعنی x من 1/2 کساس x2 این دفعه با معیار fc کوچیکتر از 0.201 حل کنیم. ما آخرین بار رسیدیم به اینجا که fc ما شد منفی 0.0903 که هنوز از 0.201 بزرگتره، پس باید ادامه بدیم. خب روند رو از اول دوباره نوشتیم. تو مرحله اول آمون 0 بود، بیمون 1 بود، سی شد نیم، fc شد 0.612. اینو تا مرحله سوم تا اینجا رفتیم. بعد دوباره فهمیدیم که ریشه بین نیم و 375 fش رو به دست میاریم 0.4375 میشه. پس دوباره میبینیم fش برش میشه 0.0154 که میبینیم دوباره ریشه بین نیم و 4375 که اینو همینجوری ادامه میدیم تا اینکه آخر توی C برابر با 0.4502 f ما میشه 4 تا 0.2 که از 0.201 کوچکتره. پس میگیم ریشه تقریبا 0.4502 با چند تکرار؟ با 10 تکرار من به اون ریشه‌ای که میخواستم رسیدم. خب یه نکته جالبی که واسه روش نصف کردن بازه یا بایسکشن هست اینه که توی این روش خطای مطلق خیلی راحت میشه براش یه حد بالایی به دست آورد. چون نگاه کنید شما تو بازه آ تا بی اگه در نظر بگیرین که وسط بازه میشه سی، بالاخره ریشه شما بین آ تا سی یا بین سی تا بی هست دیگه. پس اختلاف این ریشه تا سی همواره کوچکتر از نصف این بازه است، چون یا آر اینجاست یا این بره. مثلا دیگه تو بدترین حالت فرض کنید آر اینجاست که اختلافش تا سی دقیقا میشه نصف این بازه. پس بیشترین اختلاف آر اون ریشه حقیقی تا سی چیه؟ همون مقدار تقریبیه که من دارم در نظر میگیرم دیگه، یعنی تو هر مرحله ما ریشه رو با سی داریم تقریب میزنیم. پس مقدار تقریب از مقدار حقیقی 1/2 بازه است و تو هر مرحله R ریشه حقیقی منهای Cn یعنی تقریب ما کوچکتر از 1/2 Bn منهای An. Bn و An یعنی چی؟ یعنی اول آخر بازه تون تکرار. مثلا تو تکرار اول 0 و 1 بود، تو تکرار دوم شد 0 و نیم، تو تکرار بعدی شد 0.25 تا 0.5 که اگه توجه کنید هر بار اینجا طول بازه 1 بوده، دفعه بعدی شده نیم، دفعه بعدی شده 25 صدم، دفعه بعدی شده 0.125، یعنی هی داره نصف میشه. پس اختلاف طول بازه تو هر مرحله میشه B0 من A0 یعنی همون مرحله اول تقسیم بر 2 به توان n. این رو جایگذاری کنیم اینجا R من Cn میشه کوچکتر مساوی با B0 من A0 تقسیم بر 2 به توان n. یه 1/2 اینجا داره میشه 2 به توان n به اضافه 1. پس خطای مطلق تو روش بایسکشن همواره کوچکتر مساوی است با B0 منهای A0 تقسیم بر 2 به توان n به اضافه 1.
این به چه دردی میخوره؟ مثلا میام میگم تو این مثال قبل من چند مرحله تکرار باید برم تا مطمئن بشم خطای مطلق من از 10 به توان -4 کمتره. یعنی خطای مطلق R کوچکتر از 10 به توان -4 باشه. خب طبق فرمول جایگذاری میکنیم B0 من A0 تقسیم 2 به توان n/1 با کوچکتر از 10 به توان -4 باشه. B0 A0 منم چنده؟ اختلافش میشه 1 تو مرحله اول. پس میشه 1 تقسیم 2 به توان n/1 تقسیم کوچکتر از 10 به توان -4 باشه. طرف اینو معکوسش میکنیم میشه، یا این ور رو می‌نویسم 2 به توان -n/1 کوچکتر از 10 به توان -4. بعد از طرف این یه لگاریتم میگیرم، لگاریتم در مبنا 2 میگیرم که این ور میشه -n/1 اون ور میشه -4 در لگاریتم 10 در مبنا 2 که میشه -13-2877. یه منفی هم از طرف میزنیم این ور برعکس میچرخه این ور میشه n/1 بزرگتر از 13-28. یک هم ببریم اونور n میشه بزرگتر از 12-28 که نداریم. تکرار 12-28 صدا میشه n بزرگتر از 13. یعنی کم کم شما باید 13 بار این تکرارها رو انجام بدین تا مطمئن بشین که خطای مطلق شما از 10 به توان -4 کمتره. روند کلیش هم به این صورته که اگه بخوایم مثلا کد بنویسیم، اول A0 و B0 رو از کاربر میگیریم یا به اون برنامه هم میدیم. بعد C مساوی با 1/2 I به اضافه B رو حساب میکنیم. میایم چک میکنیم FC اگر کوچکتر از اپسیلون باشه، یعنی جواب ما yes باشه، FC کوچکتر از اپسیلونه، C رو گزارش میدیم دیگه، یعنی به جواب رسیدیم. اما اگر نبود چی؟ میایم FA در FC رو چک میکنیم. اگر کوچکتر از 0 بود یعنی ریشه بین A و C، پس A همون A میمونه، به جای B C میشینه و دوباره برمیگردیم بالا C جدید رو حساب میکنیم و چک میکنیم. اگر هم جواب نبود یعنی FA در FC منفی نبود، پس ریشه بین C و B، یعنی به جای A C میشینه، B هم خودش سر جاش میشینه و بعد دوباره میاییم این C رو حساب میکنیم و دوباره FC رو چک میکنیم. اگر جواب yes بود یعنی FC کوچکتر از اپسیلون بود که C رو گذاشت میدیم، نبود دوباره این مراحل تکرار میشه. کلا ویژگی‌هایی که حالا روش بایسکشن داره اینه که گفتیم تخمین خوب از خطای مطلق رو میتونیم به دست بیاریم تو متدهای دیگه‌ای که قرار بخونیم ما همچین چیزی رو نداریم. یه فرمول کلی از خطای مطلق یا یه تخمین خوب از خطای مطلق رو نداریم، ولی تو روش بایسکشن میتونیم حساب بکنیم. و ویژگی خوبی دیگه که داره اینه که همگرایش حتمیه، یعنی شما با روش بایسکشن حتما به ریشه میرسین، امکان نداره به ریشه نرسین، فقط شاید یک ذره کند باشه. یعنی مثلا ما با متدهای دیگه میتونیم حتی با 5 تکرار برسیم به اون جوابی که میخوایم با مثلا تعداد اعشار زیاد، اما تو روش بایسکشن اگر مثلا میخوایم با 6 رقم اعشار به اون جواب برسیم شاید مثلا با 30 تکرار باید بریم. پس یک ذره روش کندیه ولی خب همگرایش حتمیه. حالا این کند بودنش رو میان با روش نابجایی بعضی جاها اینو اصلاح میکنن. پس روش دومی که داریم روش نابجایی. روش نابجایی میاد میگه شما فرض کنید این تابع که داریم اینجا A اینجا B، تو روش بایسکشن C رو کجا در نظر میگرفتیم؟ گفتیم وسط بازه اینجا. اما تو روش نابجایی میگه وسط بازه در نظر نگیر، این نقطه A و این نقطه B رو بیا با یه خط به هم وصل کن، ببین محور X رو کجا قطع میکنه، اونجا رو بگی C، که تو این شکل اگه توجه کنید نسبت به حالا بایسکشن C به ریشه نزدیک تره.
و یه جورایی روش معقولانه‌تری به نظر میرسه دیگه. میگه این تابع رو به صورت خط به هم وصل کن و محل تقاطعش با محور x رو به دست بیار، که اگر همچین کار بکنیم خط گذرنده از اون نقطه A و B رو بنویسیم و ایگرگش رو برابر با 0 قرار بدیم، C که به دست میاد به این صورت میشه f b در A منهای f A در B تقسیم بر f b منهای f A. این روش بعضی جاها، میگم همه جا نه، بعضی جاها از روش بایسکشن بهتر عمل میکنه. بریم حالا یه مثالی از این روش هم بخونیم. مثلا میگه معادله ای به توان x منس 3x برابر با 0 رو با معیار f c کوچکتر از 0.201 با روش بایسکشن با روش نابجایی یا فالس پوزیشن حل کنید. خب دوباره اول باید بازه رو به دست بیاریم که من 1 و 2 در نظر میگیرم، چون f1 میشه یه عدد منفی، f2 عدد مثبت میشه، پس حتما بین این دوتا ریشه قرار داره. خب A من 1، B من 2، C میشه f b در A منهای f A در B تقسیم بر f b منهای A. f A که میشه 1 ممیز 1686. fش رو حساب میکنم میبینم منفیه، پس اینجا هم f A منفی بود، f b مثبت بود، پس ریشه بین c و b، یعنی بین 1 ممیز 1686 و 2. پس c به جای a میشینه، b سر جاش میمونه. دوباره c رو حساب میکنم، دوباره fش منفی میشه، پس دوباره ریشه بین این عدد 1 ممیز 31 15 و 2، یعنی این 2 عوض نمیشه. خب A رو میگیرم 1 ممیز 31 15، B رو میگیرم 2، C 3 رو دوباره طبق این فرمول حساب میکنم میشه 1 ممیز 40 66 که fش دوباره منفیه، یعنی دوباره ریشه بین این دوتاست. اینو هی ادامه میدم تا اینکه مثلا تو مرحله ششم میرسم به 1.5، C6 میشه 1.5، در حالی که تو روش بایسکشن اگر شما میومد استفاده میکردین اولین سی که به دست می‌آوردیم وسط این دوتا بود دیگه، وسط 1 و 2 میشه 1.5. یعنی ما تو روش فالس پوزیشن 6 تا تکرار رفتیم تا به اولین تکرار بایسکشن برسیم. دلیل چیه که انقدر کمتر از بایسکشنه؟ ما اومدیم فالس پوزیشن رو استفاده کنیم تا از بایسکشن تندتر باشه دیگه. دلیلش اینه، این شکل تابعی که داریم رو اگه بیایم بکشیم یه شکل اینجوری میشه که این اولاش یه ذره فلته، بعدش مثلا میره بالا. این فلت بودنش باعث میشه که وقتی این A رو بیام به B وصل کنم اینجوری مثلا اولین نقطه بیاد اینجا قطع کنه، بعد دوباره اینو به این وصل کنم اینجا قطع کنه، در حالی که اگر بایسکشن می نوشتم همون اولین تکرار اینجا میشد و میبینیم که از اینا به ریشه نزدیک تره. پس جاهایی که انحنای زیادی ایجاد بشه روش فالس پوزیشن از روش بایسکشن کمتر هم حتی میشه. خب یه مثال دیگه بزنیم. سینوس x منهای ای بتا منفی x برابر با 0 رو مثلا میگه تا 3 رقم اعشار به دست بیار، یعنی قبلی معیار ما fc بود باید کمتر از این مقدار میشد، اینجا میگه تا 3 رقم اعشار ریشه رو به دست بیار، یعنی اون cn و cn به اضافه cosine که داریم به دست بیاریم تفاوت این دوتا سی متوالی از هم تا 3 رقم اعشار یکی باشه. خب مثلا اینجا میبینید این با این مثلا تا 1 رقم اعشار یکی شده، من 1 رقم اعشار نمیخوام، تا 3 رقم اعشار مثلا این دوتا باید با هم یکی بشن. خب دوباره اون چیزی که حدس میزنیم A رو 0 در نظر میگیم، B رو 1 در نظر میگیم، میبینیم بین دوتا ریشه هست، یک نوا هم هست. دوباره A رو در نظر میگیرم 0، B رو در نظر میگیرم 1، C1 در میاد 0.67 86، FC1 میشه 0.12 04. خب f A من اینجا اگه توجه کنیم منفی بود، f B من مثبت، f C من مثبت شده، پس ریشه بین A و C، پس A سر جاش میمونه، این C میاد جای B میشینه، بعد دوباره ریشه رو به دست میارم مثبت در میاد، یعنی دوباره بین A و C ریشه، دوباره A سر جاش میمونه B عوض میشه، همینجوری ادامه میدیم، اینا هی سر جاش میمونن، A
عوض نمیشه، فقط بی عوض میشه. و دوباره اینجا میبینیم که تو تکرار ششم تقریبا به نصف این بازه رسیدم دیگه، در حالی که تو باکس سکشن هم دوباره زودتر از این میتونستیم برسیم. و تو تکرار ششم هم میبینیم با تکرار پنجم اختلافش تا 3 رقم اعشار یکی شده. پس همین رو به عنوان ریشه در نظر میگیرم. پس توی این روش ما 6 تا تکرار که بریم به جواب میرسیم که با قبلی فقط 3 رقم اعشار یکیه. پس میتونیم بگیم ریشه من تا 3 رقم اعشار هست 0.588. اینجا ما اگه توجه کنیم اینی که آ عوض نشده، تو قبلی بی عوض نشده بود، اینجا آ عوض نشده. و میگم دلیلش این فلت بودن تابع است، یعنی تو این قبلیه اینجا نزدیک آ فلت بود، بی عوض نشد. اینجا شکل رو رسم کنید نزدیک بی فلت میشه، اینجوری آ اینجوری انحنای داره ولی نزدیک بی تقریبا انحنامون زیاد شده و فلت شده. بخاطر همین اینا رسم کنیم این آ عوض نمیشه. خب اینجور جا میان چیکار میکنن؟ ما میگن روش فالس پوزیشن آوردیم که به ما کمک کنه نه اینکه بدترش کنه. اینجور جایی که میبینین یکی از اینا عوض نمیشه، به جای اینکه مثلا از f(b) استفاده کنیم از f(b) دوم استفاده میکنیم. یعنی به جای اینکه از این به این وصل کنم نصف این رو در نظر میگیرم، از این به این وصل میکنم و میبینم حداقل اون مقداری که میده یه ذره بهتره، به ریشه نزدیک‌تره تا این. به این میگن روش نابجایی اصلاح شده. تو روش نابجایی اصلاح شده میگه هر جا که دیدین یکی از طرفین شما عوض نشد، به جای اینکه تو محاسبه C از FA یا FB استفاده کنین، از FA دوم یا B دوم استفاده کنید. مثلا تو این مورد قبلی میبینم که A عوض نمیشه، یا تو این قبلیه دیدم که B عوض نشد. اینجا از FB دوم استفاده میکنیم، اینجا از FA دوم استفاده میکنیم. مثلا همون مدل قبلی میبینم که A عوض نمیشه، از همون اول میام از FA دوم استفاده میکنم. وقتی که میام از FA دوم استفاده میکنم میبینم که اون ریشه که به دست آوردم جوریه که این A و B عوض میشه. یعنی مثلا تو اولی A0 B1، وقتی FA دوم رو به جای FA میذارم، دفعه بعدی A0 B 0.6786، ولی دیگه اینجا A عوض میشه، 20 ثابت میمونه. دوباره دفعه بعدی A ثابت میمونه، B عوض میشه و این روند یه روند سالمیه، چون A و B دارن عوض میشن. و اینجا فقط یه مرحله FA دوم استفاده کردم، چون بعدش دیگه دیدم ثابت نشد. پس جایی که دیدین ثابت شد یک بار هم این رو استفاده بکنید کافیه. و بعدش وقتی میبینیم که دیگه داره هی این بازا عوض میشه، نیازی نیست هی از FB دوم یا FA دوم استفاده بکنیم و میبینیم که به همون جواب 0.588 رسیدم، ولی این دفعه با 4 بار تکرار. قبلی با 6 بار بود، اینجا با 4 بار، یعنی حداقل یه ذره از اون قبلی بهتر شد. خب یه مقایسه‌ای هم بریم بین این دو روش. نگاه کنید، من معادله 3x به اضافه سینوس x ای به توان x برابر با 0 رو میخوام با روش بایسکشن و فالس پوزیشن حل کنم و اینا رو مقایسه کنم. f اون بازه‌ای که داریم در نظر میگیریم بین 0 و 1. خب توی روش بایسکشن 0 و 1 در نظر بگیرم، تو مرحله اول ریشه دست میاد نیم، دفعه بعدی 25 صدم، دفعه بعدی 0.375، دفعه بعدی 0.3125 و تو مرحله چهارم افی که به دست میاد منفی 0.121899. این ور اگر با نابجایی برم میبینم که ریشه اول میشه 0.47,099، بعد میشه 0.37,2277 تا اینکه تو چهارم میشه 0.36,538 که افش میشه 2 موز 90 منفی 4، یعنی تا
3 رقم اعشار صفره اینجا، ولی نه هنوز اصلا رقم اعشار صفر نداره افش. میبینیم که تو اینجا نابجایی از بایسکشن بهتر عمل کرده و حتی اینجا که میبینیم آ داره عوض نمیشه، اگر بیایم از اف آ دوم استفاده بکنیم یعنی اصلاحش بکنیم شاید از این هم حتی زودتر به جواب برسیم. پس اینجا هم نیست که همیشه فالس پوزیشن بد باشه، ولی از لحاظ سرعت تقریبا زیاد با هم فرقی ندارن. پس بایسکشن و فالس پوزیشن از لحاظ همگرایی جفتشون سرعتشون یکیه تقریبا و جفتشون حتما به جواب میرسن، یعنی اون ویژگی‌های خوب بایسکشن رو داره. فقط ما تو روش نابجایی یعنی تو فالس پوزیشن نمیتونیم برای خطای مطلق مثل روش بایسکشن یه فرمول خوب به دست بیاریم. خب پس ما تا اینجا روش‌های باز رو خوندیم. حالا بریم روش بسته رو خوندیم که گفتیم حتما همگرا میشن. حالا بریم سراغ روش‌های باز. اولین روشی که میخونیم روش نقطه ثابت یا فیکس پوینت. فیکس پوینت میاد چیکار میکنیم؟ میگه معادله fx برابر با صفری که داریم رو میایم به صورت x برابر با gx مینویسیم. یعنی من به جای اینکه مثلا معادله fx برابر با صفر رو حل کنم، جایی که f محور x رو ختم میکنم به دست بیارم، میام معادله x برابر با gx رو حل میکنم، جایی که این دو تا حرکت قطع کنن رو میخوام به دست بیارم. برای این کارم چیکار میکنیم؟ میایم یه حدس اولیه میزنم واسه x، مثلا x صفر میذارم داخل این gx و حدس دوم منو میده، یعنی میگه من خواستم این x من با gx برابر بشه. خب x صفر رو میذارم، x صفر رو که بذارم اینور میشه gx صفر، ولی خب با x صفر برابر نیست، برابر میشه با x1، یعنی اون مرحله دوم تکرار شما. پس حدس اولی x صفر رو میذارم داخل gx صفر، اینو که حساب کردم برابر با x1 قرار میدم. دوباره x1 رو میذارم داخل gx1 برابر با x2 میشه، اون حدس دوم شما. بعد دوباره x2 رو میذاریم داخلش x3 رو میده الی آخر. اینو هی تکرار میکنم، هی xی که از این gx به دست میارم دوباره هی داخل اون g هی جاگذاری میکنم تا اینکه یک جا این دوتا با هم برابر بشن. توی شکل هم بخوایم نگاه کنیم اینجوریه که نگاه کنیم من یه x صفری در نظر میگیرم، اینو g x صفر رو حساب میکنم میشه این رو برابر با x1 قرار میدم، یعنی x1 هم رو فرض میکنم برابر با این باشه. خب چجوری این رو با خط y برابر با x میام تقاطع میدم؟ این چیزی که به دست میاد همون x1 منه. پس الان x1 من برابر با اینه، gx1 رو حساب میکنم، یعنی میام تقاطعش با y برابر با x رو حساب میکنم، این میشه gx1. این رو دوره تقاطعش رو با y برابر با x به دست بیارم میشه x2. مثلا x صفر من این بود، x1 من شد این نقطه، بعد x2 من دوره شد این نقطه، x2 رو میام gش حساب میکنم برابر با x بعدی قرار میدم میشه این نقطه x3، بعد دوباره x رو میذاریم x4 به دست میاد. هی همینجوری اینا آخرش به جایی میرسن که این دوتا y برابر با x و y برابر با gx همدیگه رو قطع کنن. پس یه همگرایی ایجاد میشه و همگرایش هم نوسانیه، هی یه ذره میاد این ورش یه ذره میاد این ور، هی همینجوری میاد تا آخر به جواب رسه. بهش میگه همگرایی نوسانی. یا بعضی جا هم همگرایش اینجوریه که یک نواه دیگه، هی دارن به ریشه نزدیک میشه، ولی بعضی جا هم نه، اون حدس اولیه که میزنی میبینید اتفاقا از ریشه هی دارین دور و دورتر میشین، یا که این میشه واگرای نوسانی یا واگرای یک نواه، یعنی از همون اول بسم الله داریم از ریشه دور و دورتر میشیم. پس روشش خیلی راحته، معادله رو به صورت x برابر با gx قرار میدم، یه حدس اولیه میذارم توی g قرار میدم، اون حدس دوم رو میده، دوباره اون رو قرار میدم حدس سوم الی آخر، تا جایی هم ادامه میدیم که اون اختلاف x هایی که به دست میاریم از یه حد دیگه کمتر بشه. مثلا معادله
x به اضافه x منهای 1 برابر با 0 رو در نظر بگیریم. جواب حقیقیش اون جواب که با ماشین حساب میکنیم میشه 0 68 232. اینو داشته باشیم تا اینجا. میخوام این ریشه رو به دست بیارم. چجوری میام این معادله ازش x جدا میکنم؟ مثلا xی که اینجا هست رو نگه داریم، x منهای 1 رو بفرستیم اونور، x میشه 1 منهای x. از g من هست 1 منهای x. یا یک کار دیگه بکنیم، اون 1 رو ببرم اونور، از x و x از xش فاکتور بگیرم، تقسیم 1 اضافه x2 کنم، x میشه 1 تقسیم 1 اضافه x2. این میشه دومین حالت من. یا x3 رو اینجا نگه داریم، اون x منهای 1 رو ببریم اونور، از طرف ریشه سوم بگیریم. این هم میشه سومین تابع من. بعد میام حدس اولیم رو 0.99 میذارم. تو اولی 0.99 رو که بذاریم جیش میشه 0.029 این رو به عنوان حدس دوم قرار میدم، دوباره جیش رو حساب میکنم میشه 0.99974. دوباره بعدی قرار میدم جیش حساب کنم تقریبا میشه 1 رو قرار میدم تو جی میشه 0 رو قرار میدم میشه 1 دوباره 1 رو قرار میدم 0. اصلا دیگه به جواب نمیرسه، پس واگرا شد، این رفت. بعدی تو معادله دوم 99 صدم رو بذارم میشه 0.50 اینو بذارم این به دست میاد. دوباره اینو به عنوان حدس بعدی قرار میدم، جی رو حساب میکنم میشه اینو به عنوان حدس بعدی قرار میدم، جی رو حساب میکنم این میشه. دوباره اینو به عنوان حدس بعدی قرار میدم، جی رو حساب میکنم، حدس بعدی جی رو حساب میکنم، حدس بعدی، همینجوری میریم جلو. و اگه توجه کنید هی دارم به این 68232 نزدیک میشم. مثلا تو این مرحله من رسیدم به جواب 0.67 76 64، یعنی هی دارم به این 68 صدم نزدیک میشم. پس این همگرا میشه به جواب. یا این یکی اگه 0.99 رو بذارم این میشه، این رو به عنوان حدس بعدی قرار میدم، جی رو حساب میکنم، دوباره به عنوان حدس بعدی قرار میدم، جی رو حساب میکنم. هی اگه توجه کنید این هم تا اینجا که رسیده به 0.649، یعنی داره به این 68 صدمه هی داره نزدیک و نزدیک نمیشه، ولی خب از این کنتره. نگاه کنید اینجا این تازه رسیده به 65، این 65 رو تو کجا رسیده بود؟ 1 2 3 4 5 تو پنجمین مرحله تازه رسیده بود به این توی 1 2 3 4 5 6 8 9 تو نهمین مرحله رسیده به این. پس این هم درسته همگراست ولی نسبت به این کندتره. پس تو روش فیکس پوینت یا نقطه ثابت حدس اولیه و خود تابع جی خیلی اثر دارن توی واگرا یا همگرا شدن و یا توی سرعت. میبینیم که اصلا اینجا واگرا شد، کلا این دوتا همگرا شده ولی این نسبت به این سریع تره. خب چجوری تشخیص بدیم که این تابع جی که انتخاب کردیم همگرا هست یا نه، یا چجوری تشخیص بدیم که سرعتش نسبت به تابع دیگه بهتر هست یا نه؟ یه شرطی داره به این صورت که میگه مشتق جی توی اون ایکس هایی که حساب میکنید باید کوچکتر از 1 باشه. اگر بزرگتر از 1 بشه واگرا میشه. به طور مثال توی سوال قبل این که اولین تابع ما واگرا شد اینه که مشتق ازش بگیریم میشه منفی 3x2 توش 99 صدم رو قرار بدیم، یه عبارتی بزرگتر از 1 میشه، بخاطر همین واگرا شد. ولی مثلا اینجا ازش مشتق بگیریم میشه منفی 2x تقسیم بر 1 به اضافه x2 به توان 2. اینجا 99 صدم رو قرار بدیم یه عبارت کوچکتر از 1 در میاد، بخاطر همین همگرا شد. این هم همینطور ازش مشتق بگیریم میشه منفی 1 تقسیم بر 3 تا ریشه سوم 1 من x به توان 2. این هم کوچکتر از 1 هست ولی این چون سرعتش بیشتره معلومه که مشتقش بیشتر از این کوچکتر از 1، یعنی
هرچی که شما به یک مشتقتون نزدیکتر باشه روندتون کندتر میشه و هرچی که از یک دورتر باشی روندتون سریعتر همگرا میشه. خب حالا بریم علتش رو بدونیم. نگاه کنید، اگر ما بگیم مثلا آلفا ریشه دقیق ما باشه، توی هر مرحله که ایکس آی رو به دست میارم ایکس آی من آلفا رو میگیم یه آی، یعنی خطا توی هر مرحله. و رابطه که هست اینه که ایکس آی به اضافه یک جی ایکس آی بود و از اون ورم چون آلفا ریشه دقیقه، آلفا برابر با جی آلفاه، چون ریشه دقیقه معادل است دیگه، با جی آلفا با آلفا باید برابر باشه. این بالا پایین رو اگه اصلا کم کنم ایکس آی به اضافه یک من آلفا میشه جی ایکس آی من جی آلفا، که این همون یه آی به اضافه یک دیگه، خطا تو مرحله آی به اضافه یک میشه جی ایکس آی من جی آلفا. طبق قضیه لاگرانژ هم میگه یه عددی مثل کسی بین آلفا و ایکس آی وجود داره که جی پریم کسی بشه جی ایکس آی من جی آلفا تقسیما ایکس آی من آلفا. پس جی ایکس آی من جی آلفا میشه ایکس آی من آلفا در جی پریم کسی. این از اینجا. خب پس یه آی به اضافه یک رو میتونم بنویسم، این رو جای اینجا بزرگ کنیم، میتونم بنویسم ایکس آی من آلفا در جی پریم کسی. ایکس آی من آلفا هم چی بود؟ همون ای آیه. پس ای آی به اضافه یک مساوی با ای آی در جی پریم کسی. خب دوستان شرط همگرایی اینه که رفته رفته خطا کم و کمتر بشه تا به اون جواب برسیم، یعنی یه آی به اضافه یک من یه آی باید کوچکتر از صفر باشه یا یه آی به اضافه یک تقسیم ای آی با کوچکتر از یک باشه. اینجا هم پس ای آی به اضافه یک تقسیم ای آی که میشه جی پریم کسی با کوچکتر از یک باشه. پس باید مشتق جی توی یک عددی بین آلفا و ایکس، یعنی در کل تو بازه باید کوچکتر از یک باشه. پس باید تابع جی رو جوری انتخاب کنیم که مشتقش کوچکتر از یک باشه. هرچی کوچکتر از یک اتفاقا روند همگرایی هم سریعتر میشه. خب مثلا معادل x من یک دوم کوسینوس x برابر با صفر رو ما با روش نصف کردن توی 10 تا تکرار حل کردیم، رسیدیم به جواب 0-4502. حالا اینجا میخوایم بریم معادله رو حلش کنیم. نگاه کنید، x من یک دوم کوسینوس x رو میتونم مثلا x برابر با یک دوم کوسینوس x، یعنی یه طرف x دارم یه طرف تابع دارم که اونو gx در نظر میگیرم. مشترکش هم حساب بکنی یک دوم کوسینوس مشترکش میشه منفی یک دوم سینوس x، که چون سینوس x خودش کوچکتر از یک هست، یه یک دوم هم که توش ضرب شده کوچکتر از یک دوم همیشه. پس مطمئنا هر حدس اولیه هم توش بذاریم اوکیه، که ما حدس اولی صفر رو توش میذاریم. صفر رو که توش بذاریم x1 میشه یک دوم کوسینوس صفر میشه نیم. دفعه بعدی نیم رو میذارم، یعنی x2 میشه یک دوم کوسینوس نیم که میشه 0-4388. دفعه بعدی 0-4388 رو تو یک دوم کوسینوس x میذارم، x3 به دست میاد که میشه 0-4526. دفعه بعدی میشه 0-4496 0-4503 بعدی 0-4502 که توجه کنید همون ریشه ایه که با بایسکشن به دست اومد. اما تو چند تا مرحله؟ توی 6 مرحله. البته ما اینجا حدس اولیه رو مثلا 0 در نظر گرفتیم، اگر حدس اولیه رو نیم میذاشتیم که یه مرحله هم حتی زودتر به جواب میرسیدیم. پس میشه گفت تقریبا روش فیکس پوینت اگر حدس اولیه درست انتخاب بشه و اون تابع جیمون درست انتخاب بشه سریعتر از بایسکشن و فالس پوزیشن به جواب میرسه. ولی میگم منوط به اینه که ما اون تابع جی و حدس اولیه رو درست انتخاب بکنیم. پس روش‌های باز مثل روش فیکس پوینت از روش‌های بسته سریعتر به جواب میرسند، اما یه شرط و شروطی دارن، یعنی بعض وقتا احتمال داره واگرا بشن، چیزی که ما تو روش‌های بسته باش مواجه نبودیم. پس تنها بدیل روش بسته کند بودنشونه
روش‌های باز تنها مزیتی که دارن اینه که سریع‌ترن، ولی همواره همگرا نیستن و همگرایشون تضمین شده نیست. خب دوستان تا اینجا پس جلسه رو به اتمام میرسونیم و جلسه بعد قراره به ادامه روش‌های باز بپردازیم. پس تا جلسه بعد بدرود.